به هر خان که نشستم خدا رزاق بود. سلام به همه عزیزای دلم، امیدوارم حالتون عالی باشه. آریان نادری هستم، خوش اومدید به کانال یوتیوب من و یه ویدیوی آموزشی و ذهنیتی خفن دیگه راجع به اینکه چطور ما بتونیم اکانت کوچیکی که داریم رو رشد بدیم. باگ ذهنی و مهارتی که خود من هم بارها و بارها داشتم، همش یه اکانت کوچیکی رو شارژ می‌کردم، اینو چون نمیتونستم رشدش بدم، ضررش بزرگ بود، سوداش کم، اون سودی که دلخواهم بود رو ازش نمیگرفتم، هی ناامید میشدم. همش با خودم این دیدو داشتم که نه، نیاز به سرمایه بیشتر هست، یا مثلا من برای ترید ساخته نشدم، یا هر چیز دیگه ای. خب ولی نمیتونستم، مهم اینه اون نمیتونستم اون اکانت کوچیکی که دارم، اون موجودی ریل کوچیکی که دارم، $100 $200 که دارم رو رشد بدم. و این همش برای من شده بود یک مانعی که من همش درجا میزدم. و یه سری نکات ساده داره، یعنی من کلا اون مسیر رو داشتم اشتباه میرفتم. اکانت‌های کوچیک رو هم میشه رشد داد و رشدهای خوبی هم میشه نصیبش کرد، به شرط اینکه بدونیم چیکار باید بکنیم. یه سری قواعدی که مخصوص اکانت‌های کوچیک است اونو بیایم پیاده کنیم. شما نمیتونیم موتور بنز رو بیاری بذاری مثلا روی چه میدونم موتور یه ماشین معمولی ایران خودرویی یا سایپایی، نمیتونی همچین کاری انجام بدی. پس چرا انتظار داری مثلا نوع مدیریت، نوع معاملاتی که روی یک اکانت مثلا $100,000 باید انجام بدی و می روی یک اکانت $100 انجام میدی و انتظار نتیجه داری؟ قطعا اگه با همین فرمون بری نتیجه خلق نمیشه. و توی این ویدیو قراره یک سری راهکارها بهتون بدم، بگم چطوری رو اون اکانت کوچیکه معاملات درستی انجام بدید، چه روش‌هایی استفاده کنید تا بتونید رشد چشمگیر و خفنی رو داشته باشید. این ویدیو رو که الان من دارم ضبط میکنم توی کشور عمان هستیم، شهر زیبای مسقط و منطقه مسکونی الموج، مسکونی تفریحی، یکی از فکر کنم یکی که نه یعنی گرونترین و خفنترین منطقه ظاهرا کل مسقط و عمان همین منطقه الموج هست. توی یکی از بهترین هتل‌ها این ویدیو رو دارم ضبط میکنم برای شما و اینجا نشسته بودم. این ویدیو خیلی ناخودآگاه اومد به ذهنم، گفتم ضبط کنم. با خودم داشتم فکر میکردم که چی شد، از کجا بود که رسیدی آریان به اینجا که مثلا بخوای الان توی این جایگاه باشی به لطف خدا. و یادم افتاد همش از یه اکانت $100 شروع شد که گفتم بیام بگم توی این ویدیو که چطور ما بتونیم اکانت های کوچیک خودمون رو هم رشد بدیم. راستی اگه دوست داری بیشتر راجع به سفر بدونی و ببینی این شهر زیبا رو، تفریحات خفنش و کلی اتفاقای خفن دیگه، میتونی به پیجم و به هایلایت عمان مراجعه کنی. اولین قانونی که ذهنیت من رو تغییر داد و به هم کمک کرد که روی اکانت کوچیک بتونم سودهای بزرگ و خفن بگیرم اینه که آقا اکانتم چون کوچیکه باید ریسکام بزرگ باشه. هیچ چاره دیگه ای نیستش راجع به این موضوع. این لیوانه دستم بخوره بهش، هیچ چاره دیگه ای نیستش. اکانت که کوچیک باشه باید ریسکای بالاتر انجام بدی تا بتونی نتیجه خلق کنی. مثال دارم میگم، شما مثلا فرض کن خب روی یه اکانت ریسک بالای خوبه، خب شما فرض کن یه اکانت مثلا $100 داری. اوکی روی این اکانت $100 بخوای بری مثلا یه ریسک در واقع مثلا 2% انجام بدی تو هر معاملت، چقدر میشه؟ اگه یه تیپی بگیری خب میشه $2 سود، تازه کمتر از $2 با احتساب اسپرد و اینجور چیزا $1.5 سود. اگر هم بیای یه حد ضرر بخوری با احتساب اسپرد و تمام اینجور چیزا نزدیک $2.5 ضرر میکنی، $3 ضرر میکنی. یعنی بیشتر از 3% شما ضرر میکنی، نزدیک 3% ضرر میکنی. ولی سودش چی؟ 1.5% عملا شما میتونی سود بگیری. همین ریسک پایین باعث درجا زدن شما میشه. اوکی؟ و اکانت رو میندازه توی یک حالت فرسایشی که هی یه استاپ میخوری میبینی خیلی از سودایی که گرفتی رفته. بعد هر چقدر میبینی آقا من دارم سود میکنم، این اکانت اصلا رشد نمیکنه، این اکانت چاره ساز نیست، این اکانت برای من مفید نیست، رشد نمیکنه اصلا. خب چیکار میتونم بکنم من؟ چیکار میتونم بکنم وقتی رشد نمیکنه؟ راهکار اولش که خیلی ذهنیت منو تغییر داد همین داستان بود که آقا ریسکم رو باید بالاتر ببرم. ریسک 2% رو اکانت کوچیک اصلا جواب نیستش، فقط درجا میزنی. بیا ریسک تو بکن حداقل 5% بشه، چه اتفاقی میفته؟ یه حد ضرر بخوری، شاید مثلا $6 از دست بدی با احتساب اسپرد و اینا. یه تیپی 2 بگیری از بازار نزدیک $10، $9.5 $10 میتونی سود بگیری تو. میبینی این باعث میشه که چی؟ سودات بیشتر بشه، بیشتر به چشم بیاد. ریسک تو حالا مثلا بیای بکنی 10%، چه اتفاقی میفته؟ یه حد ضرر بخوری مثلا شاید $11 از دست بدی. ولی از اون ور اگه یه تیپی 2 بگیری یه چیزی نزدیک $20 با احتساب اسپرد همه اینا $20 سود میکنی.
$20 سود میکنی. میبینی عدده الان به چشم میاد، ولی همون 2% انجام بدی هی $1 $2 $1 $2 هی همینجوری درجا میزنی، میری روی حالت فرسایشی و ناامید میشی، هر چقدر خسته میشی. یه جایی ببینین خسته شدنه دیگه، میگی آقا ولش کن، بذار یه ریسک درست حسابی انجام بدم. دیگه ریسکت بر اساس هیجان میشه، میگی یه ریسک درست حسابی انجام بدم، یه سود خوبی بگیرم، یا ریسک رو که میبری بالا چه اتفاقی میفته؟ بنگ، میبینی اکانت چی شد؟ پرید. و من درک نمیکنم یه سری که میگن نه همه مثلا حسابو بعد چه میدونم ریسکشون فلان قد باشه، ریسک کم. وارن بافت با چه میدونم $20 میلیون، چه میدونم $20 میلیارد، $30 میلیارد سرمایه در ماه 2% سود میگیره، 3% سود. این اصلا منطقه نمیدونم چه منطقه چرت و پرتیه. بابا طرف چند میلیارد دلار سرمایه داره، خب بعد سودش پایین‌تر باشه که بتونه حفظ کنه سرمایه رو. اولویت اون فرد حفظ سرمایه است. این طرف ما حفظ سرمایه برامون مهمه، ما رشد سرمایه برامون مهمه. باید ریسکامون بالاتر باشه، هر چقدر سرمایه کوچیک یادت باشه ریسک های بالاتری باید انجام بدی، سرمایه بزرگ ریسک های پایین‌تر که بتونی بمونی. پس اینو یادتون باشه. اولین نکته که روی اکانت کوچیک باید رعایت کنید، برای اینکه درجا نزنید، برای اینکه خسته نشید، برای اینکه فرسوده نشید، برای اینکه اعتماد به نفستون انجام ندید، و برای هزاران مورد دیگه اینه که ریسکاتون رو بالاتر ببرید. دومین نکته‌ای که وجود داره، چون شما ریسکتون رو دارید بالاتر، این دومین موردی که چیکار کنیم بتونیم اکانت کوچیکمون رو رشد بدیم. دومین نکته، چون ریسک رو بالاتر دارید میبرید، وین ریت معاملاتتون هم قاعدتاً باید بره بالاتر تا بتونید رشدهای بهتری انجام بدید. و توی بالا بردن وین ریت بیشتر سعی کنید به شهودتون عمل کنید تا علم. رو اکانت کوچیک شهود خیلی بهتر جواب میده. یعنی چی شهود؟ فرض کن یه روزی شما نشستی پشت چارت، میدونی آقا امروز، خب شهود پشت چارتی نه ها، شهود احساسی تو کل روز. اوکی، شما مثلا امروز نشستی پشت چارت، میدونی آقا با خودت داریم دیگه، با خودت رک باش دیگه، میدونی آقا امروز روز من نیست، حالا مثلا خوب نیست، از صبح یکم مثلا مشکل داشتم، یکم سرما خوردم، یکم سرم درد میکنه، یا هر مورد دیگه اون روز ترید نکن. این شهوده رو شما اثر بذاره، اون روز ترید نکن. ولی یه روزی هست ببینی حالت خوبه، اصلا انگار تو امروز آفریده شدی برای سود گرفتن، این حس درونی رو داری از خودت، بشین اون روز اتفاقا ترید کن. اوکی؟ و لیمیت های خودتون رو، لیمیت یعنی محدودیت، برای اینکه بخوای اکانت کوچیک رو رشد بدی باید یه سری محدودیت ها رو چیکار کنی؟ بیشتر کنی. ریسک تو داری میبری بالاتر، ولی از طرفی باید محدودیت رو هم ببری بالاتر تا بتونی این اکانت رو هم حفظش هم بکنی. یعنی اینجوری نباشه که با چند تا پوزیشن از دستش بدی بره. اوکی؟ باید یه سری محدودیت ها رو ببری بالاتر، محدودیت تعداد معاملات رو باید ببری بالاتر، محدودیت روزهای معاملات و محدودیت موقعیت های معاملاتی تو، و هر پوزیشنی که میخوای بگیری برای بالا بردن وین ریتت قبلش باید بک تستش رو گرفته باشی. من یه ویدیو کامل راجع به بک تست گیری دارم، اون خیلی ویدیو خفنیه، برید ببینید و واقعا یاد بگیرید ازش. حالا اگه تونستیم بچه‌ها میگم لینکش رو این ور بذارن که بتونید ازش استفاده کنید. پس مورد دومی که خیلی به خود من کمک کرد همین بود که آقا لیمیت هام رو بالاتر بردم و به شهود در طول روزم خیلی اهمیت و بهای بیشتری دادم. میدونستم آقا چه روزهایی من میتونم سود کنم، چه روزهایی روز من نیست، من نمیتونم سود کنم. به شما هم اگه یکم بهش فکر کنید میبینید همین داستان هستش. مورد سومی که به من خیلی کمک کرد تا بتونم یک اکانت کوچیک رو رشد زیادی بدم، خیلی رشد خوبی بدم، این بود که آقا من نیومدم هیچ موقع خودم رو بازنده بدونم و اون اکانت بشه کل زندگی من. این اشتباهو خیلی دارن. یعنی طرف میبینی $100 خب شده $95، اصلا ناامید که آقا من نمیتونم، کل زندگی من همین بود، این بره دیگه من نمیتونم نتیجه بگیرم، یا خدا این چه بلایی بود سرم آمد، نکنه کال مارجین بشم، نکنه فلان بشم، اینجوری. آقا یه بار بشین با خودت منطقی فکر کن، تو کل عمرت چند بار اینجوری پول از دست دادی؟ چه جاهایی پول دادی و دیگه برای تو برنگشته؟ بخوای حساب کتاب کنی میبینی هزار، اصلا تو طول روز خرج‌های روزمره زندگی میبینی کلی خرج چرت و پرت داشتی، کلی چیز چرت و پرت خریدی، کلی چه میدونم هزینه‌های اضافی داشتی، بارها در زمان قدیم کلی پول از دست دادی و باز جایگزین شونده به طوری که شاید اصلا خیلی از اون از دست دادن‌ها رو یادت بره. بیا بازی رو به نفع خودت تغییر بده. بازی رو چیکار کن؟ به نفع خودت تغییر بده و همیشه نیمه پر لیوان ببین. امید داشته باش. یعنی خیلی من دیدم خب
خیلی‌ها توانایی تغییر بازی رو برای خودشون ندارن. توی ترید اگه واقعا می‌خوای موفق بشی و واقعا اکانت کوچیک رو می‌خوای رشد بدی، باید توانایی تغییر بازی و کنترل ذهن داشته باشی. تغییر بازی یعنی چی؟ یکی همون مثالی که من بارها زدم. یکی میاد یه حد ضرری می‌خوره، ناامید، وای خدای من این چه اتفاقی بود، چرا اینجوری شد، چرا اونجوری شد، چرا اله، چرا بله، من دیگه نمیتونم نتیجه بگیرم از این بازار به درد من نمیخوره، کل داراییم رفت، کل زندگیم رفت. ولی یه نفر دیگه میاد دیدشو تغییر میده. میگه خب خدای شکرت، حداقل یه پولی داریم بخوایم روش ضرر بدیم. خدای شکرت یه سیستمی داریم بخوایم روش ضرر بدیم. باهاش ضرر بدیم. خدای شکرت یه مکانی دارم من نشستم اونجا، میتونم باهاش تو اون مکان من ضرر بدم. دیگه من چی میخوام؟ خب این همه نعمت هستش. میخوام چی؟ $5 رفته بعد براش ناراحت باشم؟ این همه نعمت دارم، من $5 رو دارم میبینم که رفته، به جاش این همه رو بعد ببینم. من توانایی تغییر بازی داشته باشی تو ترید میتونی خیلی موفق باشی و رو اکانت‌های کوچیک هم میتونی همین کارو انجام بدی. و اینو یادتون باشه، مورد سوم اصلش اینه که تو اکانت کوچیک هر لحظه آماده این باش که پولت بره، بدون اینکه ذره‌ای برات مهم باشه. آمادهش باش. بگو آقا رفتم من برام مهم نیست. چند بار تا الان اینجوری پول به باد دادم رفته، چند بار تا الان ضرر کردم، چند بار تا الان شکست خوردم. خیلیا بزرگترین اشتباهی که انجام میدن اینه که میان حساب کتاب میکنن. وای این $5 که رفتش الان با دلار 100,000 تومان نمیشه 500,000 تومان، میتونستم باش فلان کارو بکنم، میتونستم باش بیسار کارو بکنم. خب وقتی مگه سود میکنی هم میشینی به اینا حساب کتاب بکنی ها؟ چرا تو سود خوشخوشانته، تو ضرر که میشینی حساب کتاب میکنی که وای چی کارا میتونستم بکنم و بعدش اصلا چه کاری از دست تو برمیومد؟ اگه اشتباه عمل کردی که خب دیگه باگت مهارتیه، دیگه حرفی برای گفتن نیست. ولی اگر نه کاملا درست عمل کردی، طبق استراتژی پیش رفتی، نکاتی که گفتم رو رعایت کردی، ویدیوهای یوتیوب دیگه منم دیدی و کلی تلاش کردی، تمرین کردی، حتی ضرر خوردی، دیگه تقصیر تو نیست دیگه. چه تقصیری داری که میشینی حالا براش حساب کتاب میکنی که نه اگه مثلا این پوزیشن رو نمیگرفتم میتونستم اینقدر مثلا 500,000 تومان میمون تو جیبم، 1 تومن میمون تو جیبم. بنداز دور این ذهنیت چرت و پرتو. بنداز دور این ذهنیت چرت و پرتو. مورد چهارم، اگر آره دیگه مورد چهارمی که خیلی به من کمک کرد تا بتونم اکانت کوچیک رو خوب رشد بدم، دیدم نسبت به آینده بود. همیشه آینده نگری مثبت بود همیشه. یعنی یه ضرر که می‌کردم با خودم همیشه این دیدو داشتم، آریان هنوز کلی راه مونده جلو پای تو هنوز سنی نداری آریان، هنوز اصلا زمانی تو ترید بگذشته، هنوز خاکخوری نکردی، هنوز کلی راه جلو خودت داری. برای چی باید ناراحت بشی ازش؟ برای چی باید ناامید بشی ازش؟ اصلا مهم نیست، اصلا مهم نیست. کلی راه جلو پایت هست، هنوز صدها معامله دیگه تو میتونی انجام بدی، صدها کار دیگه میتونی انجام بدی، صدها روز دیگه میتونی زندگی بکنی که خداوند میتونه هر روزی از این روزها یه نعمت خیلی خفنی برای تو برسونه. اصلا از آسمون میتونه برای پول بباره. خیلی کارهای دیگه. پس چرا باید بابت ضرر الانم ناراحت باشم؟ برای این اکانت کوچیک الانم ناراحت باشم؟ براش قصه بخورم ها؟ چرا؟ وقتی هنوز کلی مسیر جلو پای من هستش. میبینی حال خودم اینجوری خوب میکردم و همین حال خوب آینده نگریه ناخودآگاه برای من کلی واقعا سودهای خفن می آورد، واقعا سودهای خفن. و این آینده نگریه رو دوست دارم شما هم انجام بدی. یه ضرر کردی سریع بابتش ناامید نشو، ناراحت نشو که وای خدای من چرا این اتفاق افتاد، این چی بود، چرا من ضرر کردم، چرا اینجوری. آقا شد دیگه، حالا رفت. هنوز کلی راه جلومون هست، کلی راه. اوکی، به این موضوع فکر کن. مورد چهارمی که من خیلی کمک کرد آینده نگری و خوشبینی بود که به من اینا همش نکته‌های مهمیه دارم میگم، خیلی از کنار اینا ساده میگذرن. آینده نگری و خوشبینی واقعا به من کمک کرد تا بتونم نتایج خیلی خفنی رو خلق بکنم. همش احساسم خوب بود و تمرین میکردم، تلاش میکردم، صد خودم میذاشتم تا بتونم اون نتیجه رو بگیرم و خدا رو 100,000 مرتبه شکر تونستم توش هم موفق باشم. مورد پنجمیم که خیلی به من کمک کرد مخصوصا برای اکانت کوچیک رشد بدم، دیدگاه ثروتمند شدن یک شبه نبود و دیدگاه جذب سرمایه بود. همیشه جذب سرمایه بود. یعنی چی؟ و درستش هم اینه ها. میگم آقا من یه اکانت $100 دارم، من اینو میخوام رشدش بدم، حالا ریسکامو بیشتر میکنم، لیمیتامو بیشتر میکنم، از یه سری نکات فنی استفاده میکنم. بیشتر نکات فنی و در رابطه با رشدهای اکانت‌ها توی ویدیوهای دیگه من خیلی گفتم. این ویدیو دوست دارم نکات غیر فنیش که تاثیر خیلی بیشتری میذاره رو بگم و یکیش همین بود.
یکیش دقیقاً همین بود که دیدگاه هم رشد اون سرمایه نبود. یعنی نمی‌اومدم همش ببین یه نفر هست 100 دلار رو داره، میاد یه قصه میخوره، وای خدای من کی آقا با 100 دلار مگه میشه چه میدونم 50 میلیون در ماه پول در آورد، چقدر باید زمان بذارم، چیکار باید بکنم، چه میدونم اگر در روز من 20% هم سود بگیرم مثلا در روز میشه 20 دلار، این اثر مرکب بشه. بریز دور حساب کتاب و این چرت و پرتا رو بریز دور. تنها چیزی که مهمه این آقا من از این اکانت 100 دلاری بتونم رشدش بدم با ریسک های مناسب تر و بیشتر، لیمیت های درست تر، ذهنیت درست تر، و بعد که اینو تونستم رشد بدم، یه ثباتی به دست آوردم، بتونم سرمایه خودم رو اضافه کنم. آقا شما میخوای الان بری یه دکه را بندازی، اصلا یه مغازه را بندازی، یه کارخونه را بندازی، هر چیزی میخوای را بندازی. من هیچ کارخونه داری رو ندیدم از همون روز اول بیاد کل پولاشو بریزه اونجا. میاد کارخونه داره چیکار میکنه؟ میاد میگه آقا من 100 میلیون میذارم تا یه جای کارخونه رو پیش میبرم. اگه دیدم نه واقعا اوکیه، جوابه، میتونم ازش نتیجه بگیرم، واقعا درسته، خب میام مثلا چه میدونم میرم از بانک وام میگیرم، میرم 2 میلیارد وام میگیرم، میرم چه میدونم فلان کار انجام میدم، میرم یا نه اصلا خودم پول دارم پول بیشتر میارم تزریق میکنم. خب تو تریدم همینه، نه یا هی حساب کتاب. کارخونه داره نمیاد مثلا حساب کتاب بکنه که وای من این 100 میلیون شاید هم واقعا نداشته باشه طرف، نمیاد ولی حساب کتاب کنه این 100 میلیون از کجا چه میدونم با 100 میلیون مگه میشه کار راه انداخت فلان اینا. نه میگه آقا من راه میندازم اینو، بعد میرم روش وام میگیرم، میرم چه میدونم سرمایه گذار جذب میکنم، میرم کارهای مختلف انجام میدم. تو ترید هم همینه. آقا شما اول این نقدی که داری، این چیزی که دستت رو بتون باش بازی کنی، بتونی رشدش بدی، بتونی روش تسلط پیدا کنی، اون 100 دلار رو یکم که بردی بالا، هزار تا راه برای جذب سرمایه است. بارها من تو یکی دیگه از ویدیو گفتم لیکوید پرووایدر هست، شخصی که با شرایط شما به شما سرمایه میدن. یعنی میری میشینی پای میز مذاکره، آقا این شرایط کاری منه، این انقدر، این اینجوریه، اون اونجوریه، من مثلا دوست دارم در روز تا 20% ضرر دستم باز بشه و هزاران چیز دیگه به شما با اون شرایط سرمایه میدن که تو ایران فقط یه شرکت هست که این کار رو انجام میده که اونم هیچکی نمیشناسه، خیلی گمنامه. خب گمنام نه به این معنی که مثلا چیزا نه تبلیغی نه اصلا نمیکنه، دنبال این داستان نیست، دنبال تریدرهای واقعیه که با ارتباطات تازه میشه مثلا با اون شرکت کانکت شد. لیکوید پرووایدر هست که به شما سرمایه بده، پراپ فرم هست که به شما سرمایه بده، خودتون هستید که بتونید برای خودتون جذب سرمایه انجام بدید و هزاران مورد دیگه. پس دیدت این نباشه اصلا تو دنیای ترید الان خیلی پیشرفته شده، دستا بازتر شده. دیدت این نباشه که وای چه میدونم این 100 دلار رو بخوای بشینی حساب کتاب. بارها گفتم حساب کتاب توی ترید آفت موفقیته. حساب و کتاب کردن در ترید آفت موفقیت. نه یا هی حساب کتاب کن روی این 100 دلار من چقدر بگیرم انقدر در میاد، پول مکملم در بیاد، پول داروم در بیاد، چه میدونم پول کفشم در بیاد، پول لباسم در بیاد، پول فلان چیز در بیاد، پول بسیار چیز در بیاد. اینو نگو هیچ موقع. حساب کتاب بزرگترین آفت موفقیته. بگو اوکی من اینو دارم، فعلا این نقده، فعلا هم این تو دست منه، اینو سعی میکنم رشدش بدم، اینو که تا حدودی رشدش دادم، بعد انشالله با امید خدا میرم سراغ جذب سرمایه، کارهای بزرگتر، تزریق سرمایه تا بتونم سودهای بزرگتر بگیرم. و مورد آخر، از حساب کوچیک انتظار یک شب میلیاردر شدن و سود رو نداشته باشید. این همش رویاست. اگه به همین سادگی بود همه الان میلیاردر شده بودن، همه. طرف خیلی وقتا با شانس شده ها، نمیگم مثلا طرف یه شت کوین رو خریده یه بار یا مثلا دید پولش 10 برابر شده، 20 برابر شده، 30 برابر شده. چند بار بگی همچین اتفاقی میافتاد؟ یه بار. اونم شانس. ول کن. اصلا نرو سمت چیزایی که شانس بخواد. بیا تلاشت رو بیشتر بکن و انتظار میلیاردر شدن، سودهای خیلی خفن و زندگی چرخوندن از اکانت کوچیک رو نداشته باش. اینو من بارها دیدم. طرف میگه 100 دلار بذارم بتونم مثلا یه کمک خرج زندگیم بشه. این دیدو نداشته باشید، واقعا دارم میگم. دیدت این باشه با این 100 دلار من راه بیفتم طی سالهای آینده. اوکی دقت کن. حالا مثلا اگه خیلی خفن باشی طی ماههای آینده بتونم یه درآمدی برسم که یه کمک خرجی برام باشه و بعد طی سالهای آینده مثلا بشه درآمد اصلی من. با این دید، نه اینکه با یه آقا رو اکانت 100 دلاری من بخوام چه میدونم از یه ماه بعد مثلا خرج زندگی در بیارم. این دید هم دیدی که نابود میکنه و همه این دیدگاه رو من داشتم، همشون رو بلا استثنا و همش رو تجربه کردم که دارم دیلی اینا رو به شما میگم و خدا رو شاکرم بابت این مسیر زیبا و جذابی که داشتیم که الان تا به اینجا رسیدیم توی این کشور، توی خیلی جای خفن، خیلی نتایج خفن، خیلی نعمت‌های خفنی همچون شما که بدون من هیچ تبلیغی هیچ جا انجام ندادم. هر کی اومده خودش اومده و خدا رو شاکرم بابتش. نعمت‌های خدایی و از سمت خدا برای من اومدید.
و تمام این مسیر رو من رفتم، تمام اینا رو تجربه داشتم که با تجربه من میام انجام میدم، حرف میزنم. منو همه میشناسن. چیزی رو که خودم استفاده نکنم معرفی نمیکنم، چیزی هم که خودم تجربهشو نداشته باشم نمیام راجبش به هیچ وجه صحبت کنم، چون نمیخوام هیچ دینی به گردن من باشه، هیچ دینی. پس همه اینایی که گفتم و تجربهشو دارم و میتونی بهم اعتماد کنی. اگر دوست داشتی این ویدیو رو، نظرتو تو کامنت ها بهم بگو. کلی ویدیو خفن دیگه هم داخل کانال یوتیوب من دارم که بتونی ازش استفاده کنی و ازت میخوام که به این نکاتی که داخل این ویدیو گفتم عمل کنی. همین. خیلی مخلصیم. خیلی مراقب خودتون باشید. دوست داشتید میتونید کانال ما رو سابسکرایب کنید. دوست نداشتم که ما شما رو دوست داریم. خدا رو 100,000 مرتبه شاکرم بابت یک ویدیوی دیگه. خیلی مخلصیم. مراقب خودتون باشید و ارادت.